کاخ سفید میگوید قرار است تا آخر همین هفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استراتژی کل در قبال ایران را اعلام کند. با گفته مقامات کاخ سفید، دونالد ترامپ از جمله خواهد گفت که ایران به سازش فراگیر هسته‌ای با 6 قدرت جهانی پایبند بوده است یا نه. اگر دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را تایید نکند، در آن صورت وکیلان مردمی آمریکا 60 روز مهلت دارند تحریمات متوقف شده به ضد ایران را از نو اعمال کنند. درباره این مسئله صحبت داریم با حنا کاویانی، همکارم از رادیو فردا. حنا، با برنامه ما خوش آمدی. و واقعا دونالد ترامپ که سازش اتمی با ایران را مایه شرمساری آمریکا خوانده است، فکر میکنید چی خواهد گفت؟ آیا پیش بینی ها هست که این سازش را تایید میکند و یا برعکس؟ اون چیزی که خیلی بیشتر راجبش صحبت میشه اینه که احتمالاً تایید نخواهد کرد رئیس جمهور آمریکا این توافق رو. اما اینکه چطور تایید نخواهد کرد و اینکه پیامد و بعد از اون چه خواهد شد الان سوال هست. اینکه آیا فقط اینکه رئیس جمهور آمریکا به کنگره گزارش بده که ایران نقض تعهد کرده، پایبند نبوده، این به معنای بیرون رفتن آمریکا از توافق باشه یا نه زیر سوال هست. به هر حال اونچه که هم در داخل خود آمریکا و هم مقام‌های کشورهای دیگه از جمله ایران دربارش صحبت میکنن این هست که این روندی که رئیس جمهور باید به کنگره گزارش بده یک روند داخلی آمریکاست و به هر حال این یک توافقی است که بین 6 کشور و ایران به دست آمده و باید دید که این روند داخلی آمریکا چه تأثیری بر کل این ماجرا خواهد گذاشت. مسئله اینجاست. ایران هم همچنان داره میگه که اگر که آمریکا تایید نکنه اقدامات رو، همچنان کشورهای اروپایی، 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه و همچنین روسیه و چین کشورهایی هستن که ایران باهاشون توافق کرده و باید دید که این چطور پیش میره. اما اون چیزی که پیش بینی میشه اتفاق بیفته، هفته پیش گزارش شده بود که احتمالاً روز 5 شنبه قرار هست که رئیس جمهور آمریکا یک سخنرانی رو انجام بده، در اون راهبرد کلی آمریکا در قبال ایران رو بگه و نه فقط درباره مسئله هسته‌ای، و اون وقت هست که مشخص میشه بعد از اون چه خواهد شد. هنوز نمیشه گفت که آیا این تایید کردن به معنی خروج از توافق هست یا خیر. خب و اگر بگیم تایید نشد در کنگره آمریکا، نظرات چگونه است؟ مخالفان بیشترند یا طرفداران توافق هسته‌ای با ایران؟ خب به هر حال ما پیشینه 2-3 ساله‌ای داریم از زمانی که این توافق به دست آمد و در کنگره آمریکا بر سرش بحث شد. ما میدونیم که بیشتر قانونگذارای آمریکایی معتقد بودند که این توافق خوبی نیست، توافق کافی نیست برای اینکه برنامه هسته‌ای ایران رو بتونه محدود بکنه، غنیسازی رو متوقف بکنه. کاملا میدونیم که مثلا غنیسازی اورانیوم ادامه پیدا کرده، تأسیسات هسته‌ای ایران اگرچه که محدودیت بر اونها اعمال شده اما کارشون رو ادامه دادن و خب این خیلی مخالفای سرسختی در کنگره آمریکا داشته. اما صحبت‌هایی هم در میان همین قانونگذاران هست، کسانی که مخالف توافق بودند اما در نهایت موافقت کردند با اینکه این توافق به اجرا در بیاد، اما با همه شرایطی که در برجام ذکر شده به صورت سرسختانه و کامل انجام بشه و این توافق ادامه پیدا بکنه. مشخص نیست که حال اون 60 روزی که اگر که دونالد ترامپ تصمیم بگیره که بگه ایران پایبند به توافق نبوده، قانونگذارا چه کار خواهند کرد بعد از 60 روز؟ آیا چون تصمیمی که خواهند گرفت این خواهد بود که آیا حال شروع بکنن تحریم هایی که در پی توافق رفع شده بوده رو دوباره اعمال بکنن یا خیر. اما یک مسئله هست که راجع به اون صحبت نکردیم و اون این هست که دولت آمریکا میگه ایران روح توافق رو نقض کرده و این روح توافق حال تبدیل شده به یک نوع مسئله‌ای که تفسیرهای مختلفی پیدا کرده. اما دولت آمریکا خودش توضیح داده، میگه نقش ایران در منطقه، اقداماتی که میکنه، نقش ایران در موضوع سوریه، عراق، حمایت از گروه‌هایی که تروریست خوانده میشن مثل حزب الله، اینها مسائلی است که به عنوان روح توافق تعریف شده و این نقض این روح توافق که هست که حال مشکل ساز شده، به خاطر اینکه خود توافق برجام، تعهدات هسته‌ای که ایران داشته، حداقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از لحاظ ناظر
بارها تاکید کرده که ایران داشته این تعهدات رو انجام میداده و پایبند بوده. خب واکنش‌های تاکنون از طرف ایران بوده است و حالا چی میگویند در صورت تایید نشدنی برجام یا توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی ایران چی خواهد کرد؟ ایران منتظر خیلی زیاد در طول هفته‌های گذشته تیم دیپلماتیک ایران در نیویورک بودن به خاطر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. وزیر امور خارجه ایران بارها مصاحبه کرد، سخنرانی کرد در طول هفته‌های گذشته. یک مقاله رو باز در روزهای گذشته منتشر کرده و یک نکته رو خیلی زیاد تاکید میکنه و اون هم این هست که نقش اتحادیه اروپا بسیار پررنگ هست همکنون. اگر آمریکا تصمیم بگیره که بگه که من این توافق رو قبول ندارم، اروپا چه کار خواهد کرد و منتظر اقدام اروپاست. ایران بارها تو این هفته ها گفته که ما گزینه‌های مختلفی رو داریم از جمله خروج از برجام، اما همچنان منتظر بقیه بازیگران این توافق هست تا ببینه اونها چی کار میکنن. اگرچه که اگر آمریکا خارج بشه کار برای بازیگران دیگه خصوصا اروپایی ها که روابط نزدیکی با آمریکا دارن هم از لحاظ دیپلماتیک هم از لحاظ اقتصادی کار رو سخت میکنه. اما ایران همچنان منتظر اون بخش اروپایی این توافق هست تا ببینه اونها چقدر تلاش خواهند کرد که در طول هفته‌های گذشته خیلی هم تلاش کردن. سفرای این کشورها در واشنگتن خیلی سعی کردن سخنرانی‌های بکنن، مقالاتی بنویسن. ایران به نظر من منتظر اون بخش از توافقی که ببینه اونها چه کار خواهند کرد و بعد اقدام رو پیش ببره. و واقعا زمانی امضای این سند خودت در اتریش بودی، در وین، و چندی از نکات مهمی اون رو دیگر باره یادآور می‌شدی. توافق هسته‌ای وقتی که به دست اومد دو بخش متفاوت داره. با بخش ایرانش این هست که ایران متعهد شد که برنامه هسته‌ایش رو محدود بکنه. اورانیوم غنی‌سازی شدهش رو، ذخایرش رو بسیار کاهش داد، سطح غنی‌سازی رو پایین آورد، تغییراتی رو در ساختارهای تأسیسات هسته‌ایش از جمله جمع کردن برخی از دستگاه‌ها انجام داد. از طرف گروه 5+1 قرار شد که تحریم‌هایی که هسته‌ای هستند، چون ایران تحت تحریم‌های غیر هسته‌ای هم هست که اونا پابرجا باقی مونده، تحریم‌های هسته‌ای برداشته بشه. این تعهدات دو طرف بوده به هم دیگه و حال هر دو طرف، هم ایران و از سوی آمریکا به عنوان یکی از کشورهای 5+1، هر دو طرف همدیگر دارن به نقض این تعهدات متهم میکنن. تشکر. همکارم حنا کاویانی از رادیو فردا صحبت میکرد. تشکر حنا.